بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که همیشه در پناه الله متعال باشین. در خدمت شما هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بفرمایید. خدمت جناب عالی و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم و به تمامی شما عزیزان عرض می کنم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت تمامی شما عزیزان هستم. علیکم السلام، سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. از سوالای SMS طبق روال معمول برنامه رو آغاز میکنیم. بیننده از تهران گفتن که لطفاً طریقه غسل را به ما بگید که چطور است. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. غسل یکی از طهارت‌های شرعی هست که با آب انجام می شود، مانند وضو گرفتن که وضو گرفتن یک طریق خاص دارد، یعنی شستن برخی از اعضای بدن هست و غسل شستن تمام اعضای بدن هست. این تفاوت غسل و در واقع وضو هست و برای هر دوتا نیت لازم هست. حتما انسان باید نیت طهارت و نیت پاکی را داشته باشد، بدین معنی که اگر کسی بدون نیت یا ناخواسته مثلا اعضای وضویش را بشوید یا آب بر رویش بریزد بر بدنش، این غسل و وضویش جایز نیست و چنین غسلی و وضوی با این چنین غسلی نماز خوندن جایز نیست. حتما باید همراه با نیت باشد. عرض کردم که تفاوت غسل و وضو این هست که وضو شستن برخی از اعضای بدن هست و غسل شستن تمام اعضای بدن، از سر گرفته تا ناخن پا تمام قسمت های بدن باید شسته بشود. در مورد کیفیت غسل صورت های مختلفی بیان شده. یک غسل مجزئ داریم، یک غسل کاملی داریم. یعنی یک غسلی هست که غسلی که حداقلش این است که اگر کسی این را انجام داد غسلش کاملا درسته، بدین معنی که تمام بدن خودش را آب بگیرد همراه با نیت. یک فردی مثلا جنابت دارد یا زنی در بعد از عادت ماهیانش یا نفاس بعد از زایمان، به نیت این که پاک بشود زیر دوش می رود، زیر دوش می رود، تمام بدنش را آب می گیرد، این غسلش درسته. یا یک فردی به نیت رفع جنابت فرض کنیم در استخری شنا می کند، این نیتش درسته و غسلش هم کاملا درسته. این غسل مجزئ هست، یعنی این که تمام بدن خودش را زیر آب بگیرد، چه زیر دوش باشد یا خودش در آبی فرو برود یا بر روی سرش آب بریزد که تمام بدنش خیس بشود و هیچ جای بدن خالی نماند. همراه با نیت اگر کسی این کار رو انجام داد یعنی غسل شرعی رو انجام داده، غسل شرعی رو انجام داده. اما روش رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که قبل از غسل هم وضو می گرفتند، یعنی ابتدا ایشان وضو می گرفتند، یعنی اعضای وضو را دقیقاً همین وضوی را که برای نماز می گیرند این گوزه وضو می گرفتند و بعد از این با دو دستشون آب بر می داشتند، روی سر خودشون می ریختند و تمام بدن خودشون را آب می کشیدند. این غسل رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یعنی ابتدا دقیقاً همون کیفیتی که برای نماز وضو می گیرند وضو بگیرند و بعد از آن تمام بدن خودشون را کاملا بشویند. برخی از فقها بنابر روایتی هم که در این زمین آمده اگر در جایی هست که آب زیر پایش جمع می شود، مثلا آب راهی نیست که آب برود و آب در کف حمام جمع می شود، بهترین است که پاهایش را در آخر بشوید، یعنی وضو بگیرد، دستها و صورت را کاملا بشورد و پاها را بگذارد برای آخر،
برای آخر وقتی غسلش تمام شد پاها رو بشوید و از اون قسمت بیاد بیرون. اما اگر به صورت کامل وضو بگیرد این اولاتر و بهتر است. دقیقاً غسل وضو را قبل از وضو را قبل از غسل، این همون وضو برای نماز را انجام بدهد و بعد از آن غسل بگیرد. اگر کسی این کار را هم نکرد، فقط یعنی رفت نیت کرد و بعد از نیت رفت زیر دوش آب و بدن خودش رو تمام آب گرفت، باز هم غسلش صحیح هست، جایز هست. نماز خوندن و بقیه عبادات با این جایز هست، هیچ اشکالی ندارد و بعد از غسل هم دیگه وضو گرفتن لازم نیست. یعنی فرضاً اگر کسی رفت و غسل کرد بدون اینکه قبل از غسل وضو بگیرد، غسل کرد تمام بدن خودش را شست، با همون غسل بدون وضو میتواند که برود نماز بخواند. یعنی بعد از غسل نیازی به وضوی مجددی دیگر نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا استفاده از نسوار و سیگار وضو را باطل می کند یا نه؟ استفاده از مواد مخدر تا زمانی که در حد نشگی نباشد، یعنی در حدی استفاده نکند انسان که مست بشود و نشه بشود، این شکننده وضو نیست. یکی از شکننده های وضو بیهوشی هست. یکی از شکننده های وضو و طهارت بیهوشی هست. اگر کسی به هر عنوانی بیهوش شد، خودش به خاطر ضعفی بیهوش شد یا به خاطر عوارض دیگر بیهوش شد یا به خاطر استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی بیهوش شد، مست شد، در این صورت وضو شکسته. اما در غیر این صورت وضو نمیشکند. اگر کسی سیگاری رو استفاده کرد یا نسوار اونگونه که در سوال اومده و در حدی نبود که نشه آور باشد، بیهوش باشد، مست بشود، این شکننده وضو نیست. این یک بخش قضیه هست، یعنی شکننده وضو نیست. منتها برای عبادت، برای عبادت انسان یک اصلی رو همیشه باید مد نظر داشته باشد. هر گناهی رو که انسان انجام داد، من جمله سیگار کشیدن یا در واقع استفاده نسوار، مواد مخدر یا هر چیزی دیگری که باشد یا موارد دیگر که بدبو هستند مانند پیاز و تره و بقیه سبزیجاتی که هستند، اگر کسی استفاده کرد باید وضو بگیرد. یعنی وضو بگیرد این اولاتر و بهتر هست، به خاطر اینکه وضو آثار گناه رو از بین میبرد. کسی قبلا گناهی رو انجام داده، سیگار که در مجموعه گناه در واقع شمرده می شود و همچنین نسوار یا مواد مخدر، بهتر و اولاتر هست که وضو بگیرد. اما تا زمانی که در حد نشه‌ای نرسیده وضویش نشکسته. یعنی اگر کسی بعد از این که سیگار کشیده بود یا نسواری رو استفاده کرده بود بعد از این رفت نماز خون، نمازش درسته. این نکته دوم. و نکته سوم این که برای کسانی که نسوار استفاده کردند یا سیگاری کشیدند و دهانشون بوی بد میدهد، اینها نباید به مسجد بروند. نباید به مسجد بروند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد یک امر طبیعی دیگری که معمولا مردم در اون زمان یا در این زمان مردم از اون استفاده میکنند، پیاز یا بقیه در واقع سبزیجاتی که بوی بدی دارن مانند تره، از این استفاده میکنند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اکل من هذه الشجره المنتنه فلا یقربن مساجدنا. اگر کسی از این شجره بدبو و از این در واقع گیاهان بدبو مانند تره یا پیاز خورد، فلا یقربن مساجدنا، نزدیک مسجد ما نرود. و در ادامه روایت اومده که فرشتگان از اون بوهای بدی که انسانها آزار میبینند، فرشتگان هم آزار میبینند. پس بنابراین کسی که سیگار کشیده یا نسواری رو استفاده کرده و دهانش بوی بد میکند، به هیچ عنوان نباید به مسجد برود. حداقل تنظیم بکند این موارد را. یعنی قبل از نماز، یعنی قبل از اذان مثلا یک مدت کافی مثلا سیگار رو بکشد، بگونه نباشد که در واقع وقتی که به مسجد میرود باز همون بوی متعفن وجود داشته باشد. و اگر بالفرض اگر چنین اتفاقی افتاد کسی قبل وقت اذان یا بعد از اذان سیگاری رو کشیده بود، من توصیه میکنم بلکه جایز هم نیست که به مسجد بروند، زیرا نه تنها اینکه موجب اذیت و آزار انسان ها میشوند، بلکه موجب اذیت و آزار فرشتگان هم میشوند. حضور قلب و خشوع و خضوع دیگران رو به هم میزنند، مردم رو بدبو میکنند و این شایسته در واقع یک مسلمان نیست. حتی در روایاتی هست که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اگر کسی پیاز خورده بود می آمد در مسجد، مردم او رو می گرفتن از مسجد بیرونش میکردن. از مسجد بیرونش میکردن به خاطر بوی بد پیاز.
چه برسه مثلا به بوی بدی مانند سیگاری باشه. حتی جالب اینجا است که فقها در کتاب فقهی این کیفیت کشیدنش، بیرون کردن از مسجد هم نوشتن که چگونه این رو بکشند، یعنی توضیحاتی رو دادند که مبادا به خاطر این سر و ریش یکی رو بگیرید بکشید از مسجد بیرون بکنید، این اهانته، بلکه با یک گونه محترمانه اون از مسجد بیرون بکنند، تو موجب اذیت و آزار در واقع دیگران شدی. و علتش هم این است کسی که به مشاعر و احساسات و عواطف دیگران ارزشی رو قائل نیست، خودت مرتکب گناه شدی، خب بین خودت هست و بین خدای خودت با این بوی بد در واقع خو گرفتی، خب بین خودت و نفس خودت هست. چرا با این بوی بد میای در مسجد، در محل عبادت، نماز مردم رو خراب میکنی، مردم رو اذیت میکنی، فرشتگان رو اذیت میکنی؟ به خاطر این بوده که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چنین مردم رو، چنین انسان‌ها رو از مسجد حتی بیرون میکردن. پس بنابراین اگر کسی واقعا مواد مخدری رو استفاده کرده که دارد دهانش بدبو هست، به هیچ عنوان نباید به مسجد برود، در همون مسجد و در خونه خودش نماز بخواند. این ثوابش خیلی بیشتر از این است که برود در مسجد نماز بخواند و موجب اذیت و آزار دیگران را فراهم بکند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که من یک پسر 11 ساله دارم و یتیم هست. حالا آیا پولی که به این بچه میدهند و برای خرج و مخارج خودش هست، اگر من از آن پول که مادر او هستم کمی خرج کنم، آیا گناهکار میشوم؟ در این موارد جایز هست. اون کسی که سرپرست یتیم هست، کافل یتیم هست و چه تفاوتی ندارد که مادرش باشد یا برادرش باشد یا هر کسی دیگری که باشد، وقتی که یک مالی رو به فرزند به اون یتیم میدهند و این سرپرست یتیم هست و خودش درآمدی دیگری رو ندارد، اگر نیاز پیدا کرد به این مال هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، میتواند که از اون استفاده بکند. و حتی عرض کردم در صورتی که اون کسی که سرپرست یتیم هست یک فرد بیگانه‌ای باشه، عمویش باشه، برادرش باشه، عموزادهش باشه، هر کسی دیگری که باشه سرپرست این یتیم هست، اگر به این یتیم چیزی دادند و اون سرپرست یتیم خودش عملا فقیر بود، چیزی رو نداشت، به خاطر این سرپرستی میتواند از مال این یتیم به اندازه یک عرف هست، نه اینکه اسراف بکنه، به اندازه یک عرف هست میتواند از آن استفاده بکنند. در مورد پدر و مادر که حق خیلی بیشتری رو دارن، بالفرض این که این مال یتیم باشد، مال این فرزند 11 سالهشون مال یتیم باشد، مادرش این حق رو دارد که از مال اون استفاده بکند ولو این که اون یتیم راضی نباشد، زیرا که مادر این حق رو در واقع دارد که از مال فرزند استفاده بکند و وقتی که ولی و سرپرست یتیم هست به طریق اولا میتواند از این مال استفاده بکند و گناهی بر ایشون مترتب نیست. بله، جزاکم الله خیر. کارگردان عزیز لطف کنید شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنید و بینندگان نیز از الان وقت دارن و فرصت دارن که تماس بگیرن، سوالای شرعیشون رو بپرسن و فقط لطف کنید که سوالا را آماده بکنید و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. جناب مولانا بیننده گفتن که اهل نیکشهر هستم و سرباز هستم در اصفهان. اینجا ما را به زور میگن که باید پشت سر خود شیعیان نماز بخونین و اگر این کار نکنین به ما اضافه خدمت میدهن میگن. حالا باید ما چه کار کنیم؟ از نظر فقهی نماز خوندن پشت سر امام شیعه جایز نیست. نه از نظر فقهی جایز هست و نه از نظر اعتقادی. تا زمانی که انسان تحت اجبار نیست و فشاری بر روی سرش نیست، جایز نیست که انسان پشت سر امام شیعه نماز بخواند، به علت این که هم اعتقاداتشون متفاوت هست و بسیاری از موارد هست که چه بسا علمای شیعه معتقد به آن باشند و از دیدگاه اهل سنت و الجماعت نه تنها بدعت هست بلکه در حد شرک برسد یا فراتر از آن میرسد. پس بنابراین از نظر اعتقادی هم نماز خوندن پشت سر امام شیعه جایز نیست و هم از نظر فقهی وضوشون با ما متفاوت هست و بقیه احکامی که در وضو هستند و در طهارت هستند متفاوت هست و به هیچ عنوان یک فرد سنی نمیتواند پشت سر امام شیعه نماز بخواند. این به عنوان یک حکم اصلی در این زمینه هست. منتها اگر کسی در سربازی هست و مجبور هست بهش اضافه خدمت میدهند یا اذیتش میکنند در اون پادگان یا محل کاری که هست، از نظر شرعی میتواند که تظاهر به نماز بکند، یعنی میتواند نماز بخواند منتها اقتدا به امام شیعه نکند،
در صف ایستاده، در مسجد ایستاده و خصوصا که در مساجد اهل تشیع اهتمام زیادی به راست کردن صف یا تنظیم صف یا مثلا فشرده کردن صف وجود نداره. میتونه در یک گوشه‌ای در همون زمانی که در مسجد امام شیعه مثلا با مقتدی ها دارن نماز جماعت رو میخونن، اینا میتواند در همون زمان در یک گوشه‌ای یا حتی ولو اینکه در کنار صف باشه نماز بخواند، اما نیت اقتدا نکند، یعنی پیروی از امام نکند، خودش به صورت فرادا نماز بخواند در جمع اون بقیه نمازگزاران دیگر. و در صورتی که اقتدا به امام شیعه کرد و با اونها نماز خوند، نمازش رو باید دوباره اعاده بکند. در صورتی که اقتدا کرد به امام شیعه، یعنی همراه با امام شیعه به رکوع رفت، به سجده رفت و با تکبیر اون امام در واقع به رکوع سجده رفت و اقتدا کرده بود، در این صورت نماز رو باید دوباره اعاده بکند. صورتش این است که در صف بایستد، در اون مسجد بایستد، نماز بخواند، منتها نیت اقتدا نکند، به صورت فرادا نماز خودش رو ادا بکند. جزاکم الله خیر. تماسای بینندگان وصلن. کارگردان عزیز اولین بیننده را وصل کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی لطف کنید بلندتر صحبت کنید. دو سوال داشتم. سوال اولتون؟ اگر مرد رو مادر زنش در هنگام جنجال نمودن مجبورن گوید که دخترم رو طلاق ده و مرد در قمده با یک لفظ طلاق گوید، روایت دارد؟ دوباره سوال مطرح کنید. اگر مرد را مادر زنش یعنی شوهر مرا مادرم مجبورن در جنجال کردن گوید که نه. بله. خب مجبوری به چه صورت بوده؟ یعنی طلاق ده شوهرم باشد در یک لفظ طلاق داد مرا. یعنی مجبوری به چه صورت بوده؟ الفاظی رو که در لفظ گریبان او را گرفته دوست طلاق ده دخترم را، یعنی نه وقت اون دقیقاً همون لفظی که شوهر شما بر زبان آورد چی بود؟ 3 طلاق گفتند یک باره. خب نه میدونم، گفت که تو 3 مرتبه طلاق هستی یا طلاقت میدهم. این دقیقاً همون لفظی که 3 طلاق دادم گفت، 3 طلاقش دادم گفت. گفت 3 طلاق دادم. بسیار خوب. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی من زنی را شوهرش مواد مخدر استعمال میکرد یعنی هیروئین، جدا شده شوهر دویم باشد شراب مینوشد، زن را لط و کوب میکند، نماز نمیخواند، زن باید چیکار کند؟ بله تشکر میکنم از شما. رحمت. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم سلام. خوب هستی جان جور؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. محمد هستم از افغانستان تقاسیم. بفرمایید سوال شهریتون. سوال اینه گفتم وقتی که به مسجد میری. بخشین صدا خیلی پایینه، اگه لطف کنید که بلندتر صحبت کنید. گفتیم از جناب مولانا سوال. بله سوالم تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله. استاد سلام بر شما و مولانا صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. استاد بگوید که ما در امیر چه خون میسپاریم، که هر دو مومنیم خون میسپاریم، خون انتا با مردمان صدقه خیر میکنیم، اون نفر ما نفهمیدیم اونا میگیرن خون ما را پیسه میکردن. بخشین صدا خیلی صدا واضح نیست، دوباره از ابتدا سوال بپرسین. ما در دکتر در شفاخانه میریم، خون خود از خون میسپاریم، نه درست. با بیمارا بله با مریضا خون میسپاریم، خون به خاطر صدقه میسپاریم. بله. خب خون هم میشه که پیسه شا اوجا ما نگیریم، ما میگیریم
با برادری که مثال قاری قرآن است هیچ کار ندارد با او خیر کنیم، یا که با خواهری که از سوش جدا شده از شوهر یک طفل دارد او زندگی نداره با او خیر کنیم، کدامش روا است؟ او میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است که پول خون حرام است، نگیریم، نه که ما بگیریم در برادر خود یا در خواهر خود خیر کنیم، قبول است؟ درست. سوال واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر، من از جناب مولانا صاحب سوال داشتم. گفتم چیز می عمل جرق آیا با انجام ازی کسی با کفر داخل میشه؟ یعنی دوباره بپرسین سوالو. گفتم اگر کسی با انجام عمل جرق بله با کفر داخل میشه، یعنی آیا گناه کبیره است؟ انجام عملی چی؟ استمناء یا جلب. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر، زنده باشین. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی فقط از طریق تلفن با ما صحبت کنید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یکم صداتون پایینه، لطف کنید یکم بلندتر صحبت کنید. نه یک سوال داشتیم. بفرمایید. هل مادر ما پدرمون در قید حیات نیست، مادرمون حج رفتیه، میگن که به چی نمیشه، به محرم رفتن حج درست نیست، همین میبخشن. یعنی چون مادرتون قبلا به حج رفته؟ نه نرفتگی یقین بار میشه میرفت، نیتی رفتن دارن. دوباره سوال بپرسین. نیت رفتن داره؟ نه یعنی مادرتون نیت رفتن به حج داره، خب چرا درست نیست؟ نفهمیدم. دوباره سوال بپرسین. دوباره؟ بله. مادر نیتی حج دارن؟ بله. میگن که به محرم که نیست رفتن. بله بله. همرا میخوایم که اگر مسئله میگیدیم همرا میفهمیدیم. سوال واضحه. تشکر میکنم. سوال دیگه هم دارین؟ نه رحمت. بله. نه امروز خیلی صدا خیلی پایینه، ما مجبوریم چند بار از بینندگان سوالو بپرسیم که تکرار بکنم متاسفانه. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. آیا این میت رو دوره کردن جایز است؟ میت رو دوره کردن. دوره کردن و سوال دوم داشتم. سوال بعدی؟ الو. بفرمایید. سوال بعدی؟ حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تراویح چند رکعت بود؟ تراویح چند رکعت خواندن؟ سالهای رمضانی کردین یکی دیگه. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بس کنیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. خواهش کنم. بعد احترام خدمت شما و آقای استاد مولانا یه سوال مهمی داشتم که حتما میخوام برام به طور کامل توضیح بدیم، چون که من تقریبا نزدیک یک سال که مواجه شدم و شهرستانی هم هستم که اصلا کلا دستی به هیچ مثلا عالمی ندارم که اوقات نماز رو بپرسم. بعد به اینترنت هم دستی ندارم متاسفانه. البته سایت عقیده هم چون فیلتره به خاطر این نتونستم پیدا کنم. درست. از شما میخوام که اوقات نماز بخوش ظهر و عصر و مغرب و البته مغرب مشخص ظهر و عصر به طور یه جوری برامون بگیم که من خودم بتونم اونو به دست بیارم. مثلا چون خودم شاخص گذاشتم به شاخص در بودم یک چیزی، ولی شبکه کلمه بنده خدایی میگفت کلن یه رو
قبل از اذان شیعه ها که اینجا میگن وقت نماز اهل سنته. درست. حالا من با شاخص گرفتم میگم بعضی جا تداخل داره. حالا میخوام یه وارد قطعی به من توضیح بدین که بتونم به واسطه دیگه با یقین مثلا چون واقعا سردرگمم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ اینو برامون توضیح بدید. سلام باشین. تشکر خیلی ممنون، متشکرم. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی صحبت کنید. صداتون وصله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. شما وصال حق؟ وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. در نماز باید این سوره های قرآن رو از یک فرق خون داریم یا فرق ندارد؟ مثال یکم رکعت در سوره فلق خونیم و دویم رکعت در سوره اخلاص. بله. فرقیت همین را فهمیدنیم. بعد دویم سوالم همینه که مثال نیت سجده تلاوت به تاجیکی که نمیشود؟ نیت سجده به تاجیکی هست که سجده تلاوت نیتش به تاجیکی. سوال بعدی؟ دویم سوال ما این است که وقتی که مثال قرآن میخونیم سطر داشته باشیم ثوابش زیادتر میشود یا فرق ندارد؟ وقتی که قرآن میخونید او باید سطر داشته باشیم اگر ثوابش زیادتر میشود؟ بله. یا فرق ندارد؟ بعد چهارم سوال. بله، سوال بعدی؟ در آخر سال زکات میتیم. در آخر سال زکات میتیم، به اول سال یک سال نگذشته باز زکات چیه میشود؟ یعنی قبل از اینکه یک سال برسد دوباره زکات بدین؟ نه، آخر سال در زکات میتیم. درست. با اول سال و یک سال نگذشته باز چیم زکات؟ یعنی زکات سال کامل نشده ولی هنوز سال کامل نشده زکات پرداخت کنید دیگه. ها کامل نشده باز دوباره چیم اگر؟ درست، سال واضحه. تشکر میکنم از شما. با قبل از یک سال نگذشته با دوباره زکات چیم؟ درست. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. زنده باشید. گفتم یک سوال دارم. با یک خود بسیار صمیمی رفاقت داشتیم. بخش بیننده گرامی صداتون خیلی پایینه، یکی بلندتر صحبت کنید. گفتم با یک رفیق خود بسیار صمیمی دوسته. بله. یک چند روز صحبت میکنه با هم، با یک چند روز با قسم خورم گفتم با تو دیگه صحبت نمیکنم. حالا یک چند روز پیش با تو صحبت میکنم. هم خودش میکنم ما چیکار کنم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ دارن تماسشون قطع شد. حالا نظرتون چیه؟ تا اینجا پاسخ بدیم بعد دوباره تماس بگیریم. این 10 تا کامل بشه بگیریم. بله، آخرین تماس هم وصل کنید تا به این پاسخ ها جواب بدیم بعد دیگه برسیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. من محمد هستم، از آلمان مزاحمتون شدم. در خدمت شما هستیم. تشکر از برنامه آموزنده‌تون. خداوند انشالله اجرتون بده. خدایا شکر که این چهره دیگه نورانی شما را داریم مشاهده میکنیم. سلامت باشید. دستای استاد گرامی را از راه دور میبوسم. خداوند انشالله اجرتون بده. من یه سوالی دارم. پدرم تقریبا 1 سال خورده میشه به شهادت رسیده در افغانستان. گاهی در خوابم میاد که میگه یه چیزی ادعا میکنه که اون که ارزشی نداره این مثلا یک کار صدقه یک کار بکن. این زیاد در خوابم میاد. من اینجا باید چیکار کنم؟ درست. این از استاد میخواستم من راهنمایی کنم. درست، انشالله. تشکر میکنم از شما. جناب مولانا موافق باشین به پاسخ‌ها و جواب سوال‌ها برسیم. خواهری از تاجیکستان چند سوال پرسیدن که اولش گفتن که اگر شوهر را مجبور کرده باشن که زن را طلاق بده، یعنی پدر زن و مادر زن شوهر را مجبور کردن که زنش را طلاق بده، آیا طلاق واقع میشه یا نه؟
در مورد مجبور کردن یک فردی به طلاق، اینو مجبوری این گونه که این خواهرمون توضیح دادن، این مجبوریت محسوب نمی شود. یعنی این که مادر در واقع زن به دامادشون میگه که دختر ما رو طلاق بده، اونم در مقابل طلاق میدن، این از نظر شرعی مجبوریت و اکراه محسوب نمی شود. اکراه در اون صورتی هست که مثلا یک کسی رو تهدید به قتل کرده باشند، یک فردی تهدید کرده باشه که اگر طلاق ندهی تو رو میکشیم یا تو رو مثلا میزنیم، مثلا دست و پای تو رو میشکنیم، این مجبوریت هست، اکراه هست. اما این که مادر زن در واقع به دامادشون بگه که دختر ما رو طلاق بده و اونم در مقابل طلاق بده، این مجبوریتی نیست و در هیچ یک از مذاهب اهل سنت و الجماعت این در زیر مجموعه اجبار و اکراه وارد نمیشه. پس بنابراین وقتی که طلاق داده یعنی این که به اختیار خودش طلاق داده، یعنی این مجبوریت نیست. ازش خواستند که زن تو طلاق بده، اونم گفته که زنم مثلا طلاق باشد یا زنم را طلاق دادم 3 مرتبه، اون گونه که ایشون گفتند، یا مثلا 3 در یک لفظی با 3 طلاق دادن. این یک مسئله هست، یعنی اجباری در این مسئله نیست و حکم اکراه بر این اطلاق نمی شود و این فرد به اختیار خودش زن خودش را طلاق داده. این یک مبحث است. بحث دوم این که آیا طلاقی واقع شده در این صورت یا طلاق واقع نمی شود. یعنی در این صورت که شوهر به زن خودش میگوید که من تو را 3 طلاق دادم، من تو را 3 طلاق دادم، این یک صورتش هست. یا این که 3 مرتبه تکرار بکند که تو طلاق هستی یا من تو را طلاق دادم، 3 مرتبه این را تکرار بکند در یک مجلس، در یک مجلس که نشسته 3 طلاق بدهد، 3 طلاق با یک لفظ یا با 3 جمله مثلا 3 طلاق را داده باشد، یعنی 3 مرتبه تکرار کرده باشد، به خطاب به زنش گفته باشد که من تو را طلاق دادم. از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت من جمله مذاهب 4 اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه و شافعی و مالک و امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، در این صورت طلاق واقع شده و 3 طلاق واقع شده. یعنی مذاهب اهل سنت و الجماعت در این صورت متفقند بر این که اگر کسی در یک جلسه به زن خودش بگه من تو را 3 طلاق داده ام با یک لفظ یا با 3 لفظ در یک جلسه طلاق بدهد، عموم فقهای اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که همان 3 طلاق واقع شده. اگر گفته 1 طلاق 1 طلاق میشه، اگر گفته 2 طلاق 2 طلاق واقع می شود، اگر گفته باشد 3 طلاق ولو اینکه در یک مجلس باشد، این در واقع همون 3 طلاق بر اساس مذاهب اهل سنت و الجماعت در واقع میافتد. و نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از علمای معاصرین و شاگردان شیخ الاسلام ابن تیمیه مانند ابن قیم رحمت الله علیه، نظرش این است که 3 طلاق با یک لفظ یا در یک در واقع جلسه همون 1 طلاق حساب می شود. یعنی حداقلش 1 طلاق واقع شده، چه از دیدگاه ابن تیمیه رحمت الله علیه، چه از دیدگاه فقها و ائمه مذاهب اهل سنت و الجماعت. عموم فقها ایشون فکر کنم حنفی بودن، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 3 طلاق واقع می شود و نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه حداقل 1 طلاق نزدیشون هم در این صورت واقع می شود. من توصیه می کنم که ایشان برای اینکه این مسئله دقیق تر باشه، علمایی که در محل هستن اون کیفیت رو، لحظات رو دقیقاً مشخص بکنند که با چه کیفیتی گفته و در چه حالتی گفته و یه فتوای دقیقی رو از اونجا در واقع دریافت بکنن. اما به صورت کلی در مذهب امام ابو حنیفه اگر کسی 3 طلاق را یک جا داده باشد و همچنین مذاهب دیگر اهل سنت 3 طلاق واقع می شود. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی این بود گفتن که شوهر اولشون مواد مخدر استفاده میکرد و از اون جدا شدن و شوهر دوم گفتن شراب می نوشه و نماز نمیخونه. حال باید چه کار کنه؟ ببین، در موارد شرعی همون اندازه‌ای که انسان به دین خودش احترام قائل هست و اهمیت قائل هست به دنیای خودش، به همون اندازه‌ای که زندگانی دنیا برایش اهمیت دارد و برای زندگی زناشویی اهمیت قائل هست، برای زندگی دینی و معنوی خودش باید به همین اندازه بلکه بیشتر اهمیت قائل باشد. شوهری که اهل نماز هم نیست، اهل فساد هست و شراب میخورد و بقیه گناهان کبیره رو در واقع انجام میدهد، اضافه بر این ایشون گفتند که همیشه ایشون مورد ضرب و شتم قرار میدهند، یعنی اخلاق درستی رو هم ندارد، نه ایمان درستی رو دارد و نه اخلاق درستی رو دارد. پس بنابراین چون این مردی شایسته زندگی نیست.
شما همون که بدون در واقع شوهر باشید، بیوه باشید، بهتر از این است که یک شوهر داشته باشید که نه اهل نماز باشد، برعکسش اهل شرابخواری باشد و گناهان دیگر باشد و اضافه بر این شما در خونش هم امنیت نداشته باشید و همیشه مورد اذیت و آزار قرار بگیرید و به شما بی‌حرمتی بشود. من توصیه میکنم که در واقع نصیحت بکنید شوهرتان را، یا از راههای دیگری که ممکن است در واقع سعی بکنید که ایشان را اصلاح بکنید، از طریق پدر و مادر، از طریق اقوام، از طریق علمایی که در محل هستند، از طریق دوستان سعی بکنید بر ایشون تاثیر بگذارید و ایشون رو نصیحت بکنید تا اینکه از این روش باز بیان، نماز بخونند و این گناهان رو ترک بکنند و اخلاقشون هم در واقع درست بکنند. اما در غیر این صورت من در واقع یعنی هیچ موردی رو نمیبینم، توجیهی رو نمیبینم که شما با کسی زندگی بکنید که نه به خدا احترامی قائل هست و نه به بنده خدا که شما باشید. زندگی با چنین کسی در واقع شایسته نیست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این بود که گفتن که در بیمارستان ها قسمتی هست که خون اهدا می شود. گفت حالا آیا بهتر این است که نیت صدقه بکنیم وقتی که میخوایم خون اهدا بکنیم، یا در مقابل اهدای خون پول بگیریم و این پول را به یک فقیر اقوام نزدیک فقیر است بدیم؟ در مورد خون اتفاق مذاهب اهل سنت و الجماعت هست که دم مسفوح، یعنی خونی که جاری هست و از بدن خارج شده، این در واقع جز نجاسات هست. در نجاست خون هیچ گونه در واقع اختلافی وجود نداره که دم مسفوح جز موارد حرام هست، جز موارد حرام هست و حتی اتفاق را در این زمینه بسیار از علما نقل کردن و صراحتا الله متعال در قرآن اینو آورده، در سوره بقره و در سوره انعام و مائده. در سوره مائده صراحتا الله متعال آورده که در واقع دم یکی از موارد حرام هست. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، که این موارد رو که یک از اونها خون هست، الله متعال اینو بر شما در واقع حرام کرده. وقتی که یک چیزی رو الله متعال حرام کرده باشد و دلیل از قرآن هست و دلیل از حدیث هم هست، در صحیح بخاری هست از حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنه که میگوید که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن ثمن الدم و ثمن الكلب و کسب الامة، که الله متعال نهی کرده از بهای در واقع خون، یعنی پولی که در مقابل خون گرفته می شود. زیرا در روایت ابو داود اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیهم ثمنه، اگر وقتی که الله متعال خوردن یک چیزی رو بر انسان حرام بکند، پول اون رو هم در واقع حرام کرده. یعنی این گونه نیست که خودش حرام باشه پولش حلال باشه، اگر خودش حرام هست پولش هم در واقع حرام هست. و بر این اتفاق نظر هست که دم مسفوح، خونی که داده میشه، خونی که از بدن بیرون میریزد، این جزء محرمات هست، حرام است، خوردنش به هیچ عنوان جایز نیست. و بنابراین قاعده وقتی که خوردنش جایز نباشد، در واقع فروختنش هم جایز نیست. منتها در این زمینه یک استثنایی وجود دارد، الا ما اضطررتم الیه، یعنی اینکه استثنایی وجود دارد در صورتی که عضو شما یا خون بدن شما باعث حیات بخشیدن به یک فرد دیگری باشد. باعث حیات بخشیدن و زندگانی بخشیدن به یک فرد دیگری باشد، هدیه دادنش درسته. ببینیم ما دو تا اصطلاح داریم، یکی اهدای عضو هست یا اهدای خون هست، یکی فروختن خون. اهدا اشکالی ندارد، اهدا اشکالی ندارد در صورتی که بر خود اون هدیه دهنده، کسی که خون اهدا می کند یا عضو را اهدا می کند، هیچ گونه ضرری مترتب نشود. این شرطش بر این هست. و اهدا کردنش جایز هست اما فروختنش جایز نیست. شما نمیتونید عضو بدن خودتان را، دستتان را ختم بکنید، این بگید من میفروشم، کلیهتون را مثلا بگید من این رو میفروشم در مقابل پول، یا خونتان را میخواهید که بفروشید، چون این چیزی جایز نیست. زیرا که از نظر شرعی این مورد حرام هست با توجه به آیات قرآن. چندین آیه در این زمینه آمده و احادیث صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد که خون حرام هست، هم خوردنش حرام هست و در واقع جزء نجاست هست. پس بنابراین فروختنش هم بنابر روایاتی که عرض کردم از نظر شرعی جایز نیست. اگر کسی نیاز به خون شما دارد، شما میتونید همین خون رو به اون هدیه بدهید، اما این که خون رو بفروشید یا این در مقابل اون پول رو بگیرید برای خودتون خرج بکنید یا به یک فقیر دیگری بدید، این اساسا جایز نیست. خود این کسب و این معامله حرامی هست و چون این کاری رو شما نباید انجام بدید. اگر کسی واقعا نیازمند هست که در واقع شما میتونید بهش خون اهدا بکنید، اشکال شرعی ندارد، اما اینکه خونتان را بفروشید این جایز نیست. جزاکم الله خیر.
یعنی بعدی گفتن که اگر کسی عمل جلق یا استمناء انجام داد آیا مرتکب کفر شده است؟ نه، هیچ یک از علما تا به حال هیچ یک از مذاهب اهل سنت و الجماعت اینو در واقع فتوا ندادند و چون چیزی وجود ندارد که استمناء جز کفر باشد. به هیچ عنوان استمناء کفر نیست. حتی استمناء که استمناء هست، حتی فراتر از این زنا هم کفر نیست. زنا درست است که جز گناهان کبیره هست و گناه خیلی سنگینی هست، اما بازم در حد کفر نیست. گناه کفر و گناه شرک برترین و بالاترین در واقع گناهان هستند. استمناء به هیچ عنوان در حد شرک و در حد کفر نیست و اساسا خودش چه بسا در حد گناه کبیره هم نباشد. منتها در این زمینه یک قاعده وجود دارد که استمرار و اصرار بر صغیره گناه صغیره رو تبدیل به گناه کبیره می‌کند. یعنی اگر یک انسانی یک گناه صغیره رو چندین بار انجام بدهد، عادت بکند به این کار، این در واقع تبدیل به گناه کبیره میشد. و عموم فقهای اهل سنت و الجماعت و من جمله مذاهب این عمل استمناء رو در واقع حرام میدونند، گرچه علمایی هم بودن مانند ابن حزم اندلسی رحمت الله علیه که ایشون میگن به هیچ عنوان این گناه نیست. این عمل استمناء رو ایشون به عنوان گناه قبول ندارن، بلکه یک فطرت بشری میدونند و دفع این در واقع منی رو مانند دفع آب دهانی آب بینی ایشون قلمداد کرده. که نظر خاصه نظر ابن حزم اندلسی رحمت الله علیه. من میخوام که مقایسه بکنم در این میان این دو قول که به هیچ عنوان در حد گناه کبیره ببخشید در حد شرک و در حد کفر یا خروج از ملت نیست، بلکه برعکسش میبینیم علمایی هم بودند که فتوا دادن به هیچ عنوان اشکالی رو هم ندارد. اما عموم علمای اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که با توجه به استدلالی که از آیات دارند و استدلالی که از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، از مفهوم آیات و احادیث استدلال کردن، میگن که این عمل حرامی هست و چه بسا که از نظر پزشکی هم ضرر و زیانی رو بر بدن داشته باشه که این خودش مزید بر علت می شود و یکی از دلایل حرمت هم میتواند قرار بگیرد. اما به هیچ عنوان در حد شرک یا در حد کفر در واقع نیست و انسان از دایره ایمان خارج نمیشه. جزاکم الله خیر. خواهری گفتن که مادرشان نیت حج را دارد اما بدون محرم، آیا درسته؟ ببینید در واقع حج با شرایط بر انسان لازم هست، بدون شرایط بر هیچ کسی حج لازم نیست. یکی از شرایطی که برای حج هست در واقع زاد و راحله هست که انسان در واقع پولی رو داشته باشد که خرج سفرش بکند، هم خرج خانوادهش بعد از خودش باشد، راه هم امن باشد. یعنی این که انسان هم خودش توانایی داشته باشد، هم از نظر مالی و هم از نظر جسمانی. شرط دوم این است که راه امن باشد و برای خانم ها شرط سوم این است که حتما باید محرم داشته باشند. اگر یک زنی رو تصور بکنیم که پولدار هست و راه هم امنه میتواند برود، منتها محرم ندارد که برای حج برود، از نظر شرعی حج بر چنین زنی لازم نیست. گرچه فقهای شوافع در این زمینه نظری رو دارند که اگر با یک مجموعه و کاروانی از زنها بروند، بعضی از فقهای شوافع این اجازه رو دارند. اما با توجه به وضعیت هایی که در حج پیش میاد، چه بسا که انسان بیمار بشود یا دچار یک عارضه دیگر بشود و بدون نامحرم، واقعا حتی زنایی که در حج محرم همراهشون هست اما انجام دادن مناسک برای اونها در واقع مشکل هست، چه برسد به این که خانمی بدون محرم بخواد که یک سفر یک ماهه یا حتی مثلا بیشتر رو مثلا برود و محرم هم همراه اون نباشد. به هیچ عنوان ما توصیه نمی کنیم. اولا از نظر شرعی بر مادر شما حج لازم نیست. اگر محرم دارند و محرمشون میتواند با ایشان بروند و پول دارند، میتوانند به حج بروند و حج بر ایشان واجب هست. اما اگر پول دارند و محرم ندارند، باز هم حج بر ایشان لازم نیست و این پول رو در جای دیگر صدقه بکنند و خیرات بکنند، ثوابش بیشتر از حج هست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که دوره کردن میت آیا جایز است یا نه؟ در مورد ایصال ثواب هایی که برای میت انجام میگیرد، ببینیم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میبینیم که عزیزان رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، دختران ایشان، فرزندان ایشان، پسرهاشون از دنیا رفتن، عموهاشون از دنیا رفتند، همسرشون از دنیا رفته. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ یکی از این اعمالی رو که ما مسلمانان پیروان رسول الله انجام میدهیم، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه برای هیچ یکی از عزیزانش جلسه ختمی یا ترحیمی رو نگرفتند.
جلسه ختم قرآنی رو برای هیچ یک از عزیزانشون نگرفتن. برای عمویشان که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی ناراحت شدن. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه وقتی که به شهادت رسیدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی ناراحت شدند. وقتی که همسریشون حضرت خدیجه از دنیا رفتن و در کنارش عمویشان ابو طالب از دنیا رفتن، اون سال را ایشون سال حزن نامیدن مسلمانان، یعنی سال غم و اندوه. اما بازم ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همسر خودشون جلسه ترحیمی بگیرند، ختمی رو بگیرند، یا به قول این دوستامون دوره بکنند یک چیزی رو، یا مثلا قرآن رو بخونند ببخشند، یا غذایی رو در میان مردم تقسیم بکنند. چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده و اینها بدعت هایی هست و خرافاتی هست که در واقع این به دامن اسلام چسبیده و اسلام رو بد شکل در واقع جلوه داده که مجموعی از این در واقع خرافات هست. این گونه نیست، بلکه در این مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم به موردی که توصیه کردن متاسفانه ما اون رو فراموش کردیم که اون استغفار برای میت هست، طلب مغفرت هست. برای این که شما بخواهید که به استغفار بکنید برای میتتون، لازم نیست که یک طرف بروید پیش یک مولایی، پیش یک عالمی، پیش یک حاجی صوفی درویشی از اون بخواهید که برای مرده شما دعا بکند. خود شما مگر نمیتوانید این دعا رو بکنید پروردگار پدر و مادر مرا ببخش، به زبان بلوچی، به زبان تاجیکی، به زبان هر زبانی که باشه، هیچ گونه اشکال ندارد. بهترین راه ثواب، ایصال ثواب برای مردگان این است که شما برایشون دعای مغفرت بکنید. پروردگار مردگان ما را معاف بکن، مردگان ما را ببخش، مردگان ما را از جهنم نجات بده، مردگان ما را به بهشت ببر. پروردگار از مردگان ما، از این برادر، پدر یا خواهر، هر کسی که از دنیا رفته، دعا بکنید که پروردگار از این مرده ما راضی باش و اون به بهشت ببر. این بالاترین ثواب را دارد، یعنی از تمام ایصال ثواب ها این روشش بیشتر هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این یک مورد رو ذکر کردن: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. زمانی که یک انسان میمیرد اعمالش ختم میشوند، یعنی ثوابی برای اون نوشته نمیشود مگر در سه مورد. این سه مورد: یک کسی هست که علمی رو منتشر کرده و مردم بعد از مرگش از علم اون استفاده میکنن، یا اینکه یک صدقه جاریه‌ای رو داده، مسجدی ساخته، مدرسه‌ای ساخته، و یک بیمارستانی ساخته، خلاصه یک کار خیلی انجام داده که بعد از وفات اون مردم دارن از اون استفاده میکنن. این ثوابش میرسد. او ولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکوکاری که برای پدر و مادر دعا بکند. همین که شما برای پدر و مادرتون دعا بکنید پروردگار و پدر و مادر ما را ببخش، فلان مرده ما را ببخش، این بزرگترین ایصال ثوابه، بزرگترین خدمتی است که شما به مرده خودتون کردید. لازم نیست که پیش من یا امثال من بیایید که برای مردگان ما دعا بکن. خود شما با اخلاص بیشتر دعا میکنید، خود شما دل شما برای مرده شما بیشتر میسوزد، اخلاص بیشتری رو دارید و هر دعایی که اخلاص در اون بیشتر باشد، این در واقع ثوابش هم بیشتر است. اون مولایی که شما میروید بهش پول میدهید که قرآن بخواند، این عمل حرامی هست. و اون مولایی که به خاطر پول دعا میکند، تا اون دعایی که خود شما با اخلاص میکنید زمین تا آسمان فرق میکنه. به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستن. پس بنابراین تمامی این بدعات و این خرافات رو انسان باید ترک بکند. نه چلی هست، نه 4 ماهی هست، نه سالی هست و نه دعوت گرفتن هست و نه دوره کردن. هیچ چیزی در شریعت اسلامی چون چیزی وجود ندارد و در هیچ یکی از کتاب‌های فقهی، یعنی از مذاهب ائمه اربعه هم نیست. نه مذهب امام ابو حنیفه چون چیزی هست، نه مذهب امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل. در هیچ یکی از این مذاهب این بزرگواران و این ائمه بزرگوار ما نگفتند که برای مردگان خودتون دوره بکنید یا برای اونها نمیدونم روز 3 بگیرید، 44 ماه بگیرید، سال بگیرید، چون این چیزی مطلقاً وجود ندارد. و حتی ختم کردن قرآن از دیدگاه ائمه مذاهب اربعه هم ثابت نیست که اونا بیان مثلا اینو جزء آداب قرار داده باشند، جزء ایصال ثواب قرار داده باشند که برای مردگان خودتون قرآن ختم بکنید. اگر میخواهید که بر سنت رسول الله عمل بکنید و اگر میخواهید واقعا به مردگانتون ثواب برسد، راهش همون چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند که می توانید که به جای اونها و در واقع حج بروید، عمره بکنید یا صدقه بدهید، یا این که برای اونها دعا بکنید که هیچ گونه خرج و هزینه هم برای شما در واقع ندارد و بهترین راه دعا کردن برای مردگان است. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چند رکعت نماز تراویح خواندند. بفرمایید. در مورد نماز تراویح، خود این اسم تراویح یک اسمی هست که بعدها بر نماز گذاشته شده. بله. یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازی با عنوان نماز تراویح معروف نبود.
به نام قیام اللیل بود و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث قیام آمده که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که در شبهای رمضان قیام بکند، این نماز قیام هست و همین نمازی که در رمضان خونده می شود اخیراً در قرون متأخر این اسمش رو گذاشتن تراویح، به خاطر اینکه مردم در میانش استراحت میکردن. یعنی 4 رکعت نماز میخوندن، در وسطش یک ترویحه بود، یعنی یک استراحتی بود، زنگ تفریح بود، مردم می نشستند استراحت میکردن. بعضی در مکه مثلا بلند میشدند در این فاصله طواف میکردند یا قرآن میخوندند یا اذکار دیگری رو میخوندند، یا به هر صورت یک استراحتی بود. به خاطر این ترویحه ها و استراحت ها این نماز رو اسمش رو گذاشتند که صلات التراویح، وگرنه در قاموس حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمش هست نماز قیام که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بنابر روایاتی که در این زمینه از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اومده در صحیح بخاری، ایشون میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان بیشتر از 11 رکعت نخوندند که همراه با وتر هست، یعنی این که ایشون 8 رکعت نماز تراویح میخوندند. که در روایت دیگر ایشون میگن که ایشون 8 رکعت نماز میخوندن، کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. 4 رکعت ایشون میخوندند و به اندازه‌ای که یعنی زیبا بود که سوال نکن که چه مقدار زیبا بود نماز رسول الله و طولانی بود نماز رسول الله. در شریعت اسلامی در مورد قیام اللیل، نماز تهجد و نماز شب، چیزی که خیلی اهمیت دارد اون همین کیفیت نماز هست. کمیت مطرح نیست. شما 2 رکعت با اخلاص با حضور قلب و کامل بخوانید بهتر از این است که 10 رکعت بخونید و عجله بخونید که خودتون نفهمید که در نماز چه خوندید. 2 رکعت نماز بخونید و فکر شما جمع باشد، حضور قلب داشته باشید، آیات را و اذکاری رو که در نماز میخونید به اونها توجه بکنید، ثوابش خیلی بالاتر از این است که چندین رکعت بخونید منتها حضور ذهنی رو نداشته باشید یا بر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شما نخونید. به اتفاق تمام علما از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست که ایشون دستور داده باشند که شما 20 رکعت بخونید. 20 رکعت از خود عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. اون چیزی که از عمل رسول الله ثابت هست 8 رکعت هست، منتها احیانا این 8 رکعتی که رسول الله خصوصا در سه شبی که اومدن با مردم نماز جماعت خوندن و خصوصا در شب آخری که به نماز تراویح یا نماز قیام اومدن رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه این نماز رو طولانی کردن که مردم ترسیدند که به سحر نرسن. یعنی از ابتدای شب بعد از نماز عشا که نماز رو شروع می‌کردن میرفتن خونه ها، وقتی می اومدن نماز رو شروع می‌کردن تا وقت سحر ادامه داشت. اگر شما می‌خواهید بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنید، بهترین است که شما به کیفیت نماز خودتون دقت بکنید. اگر 8 رکعت خوندید، هم سنت رو انجام دادید، یعنی این قیام اللیل رو انجام دادید. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه میگه که تعداد رکعات مهم نیست، کیفیت نماز مهم است. اگر شما 8 رکعت با کیفیت خوندید هم خوب هست و این سنت رو انجام دادید، اگر بیشتر خوندید هم جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره. یعنی چه کسی 8 رکعت بخواند، 10 رکعت بخواند، 12 رکعت، 20 رکعت بخواند، حتی 36 رکعت و 41 رکعت هم اومده در مذاهب و علما این فتوا را دادن. این به هر مقداری که شما میتوانید در شب‌های رمضان نماز بخونید. در هیچ شبی تعداد رکعات مشخص نیست که 8 باشد، بیشتر جایز نیست یا کمتر از 8 جایز نیست. بهترین است که 8 رکعت بخونید با کیفیت مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم و در صورتی کیفیتش کمتر هست میتونید کمیتش رو اضافه بکنید، در واقع 10 رکعت بخونید یا 20 رکعت بخونید. از نظر شرعی بازم جایز هست و اشکال شرعی نداره. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاهی میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما ایزان خواهیم بود. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر میبرد و نمیتواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار.
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. بیننده‌ای که موحد بودن جناب مولانا گفتن که اوقات نماز را بخصوص نماز عصر و ظهر را در منطقهشون خوب نمیدونن. گفتن یا روشی باشه که بدون مراجعه به سایت یا چیزی، چون که در ایران خیلی از سایت ها حتی فیلتره و نمیشه مراجعه کرد. آیا روش غیر از این وجود داره که انسان خودش بتونه تشخیص بده وقت نماز؟ در مورد وقت نماز ظهر و عصرشون سوال میکردن. نماز صبح وقتش بعد از طلوع بامداد هست، یعنی وقتی که بامداد میدمد و هوا روشن میشود، یعنی یه مقداری که در واقع سفیدی شفق یا قسمت مشرق یا سفیدی هست که پهنای مشرق را میگیرد. این وقت نماز صبح هست، یعنی بعد از دمیدن فلق یا دمیدن صبح، این در واقع وقت نماز فجر و نماز صبح رسیده تا طلوع آفتاب. وقتی که آفتاب طلوع بکند یعنی این آخر وقت نماز صبح است. در مورد وقت نماز ظهر بالاتفاق در این زمینه اختلافی وجود ندارد بین شیعه و سنی، همه اتفاق نظر دارند بر این که آغاز وقت نماز ظهر بعد از زوال هست، یعنی در هنگام استوا که آفتاب وسط آسمان هست این وقت ممنوع هست، شما نمیتوانید نماز بخونید. به محض این که آفتاب از وسط آسمان حرکت کرد و به طرف مغرب رفت این وقت نماز ظهر شروع شده. یعنی وقت نماز ظهر دقیقاً همون وقتی هست که شیعه و سنی همه در این وقت نماز میخونند، در اول وقت و مشخصش زوال آفتاب هست. یعنی این که زوال آفتاب یعنی قرص خورشید از وسط آسمان به طرف مغرب تمایل پیدا بکند. این در واقع وقت نماز ظهر هست تا زمانی که سایه هر چیزی یک برابرش برسد. سایه هر چیزی به یک برابرش برسد. وقتی که سایه هر چیزی به یک برابر رسید و بعد از آن وقت نماز عصر شروع می شود تا قبل از غروب آفتاب. قبل از غروب آفتاب. پس بنابراین وقت نماز ظهر بعد از زوال هست. بعد از زوال، یعنی به مجرد زوال وقت نماز ظهر شروع شده تا زمانی که سایه هر چیزی یک برابر آن برسد. سایه هر چیزی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا این خودکار را یا هر چوبی را که شما در یک زمین صاف و همواری نصب بکنید، بر روی زمین رو در واقع نصبش بکنید، این سایه مثلا این 20 سانت باشه، 1 متر باشه، هر چیزی که باشه، این یک سایه اصلی داره، یک سایه خودش هست. درست. این وقتی که سایه هر چیزی، مثلا این خودکار یه چوبی که شما در واقع نصب میکنید، سایه هر چیزی یک برابر خودش باشد به اضافه سایه اصلی. به اضافه سایه اصلی. منظور سایه اصلی چی هست؟ الان که خصوصا مثلا الان که فصل زمستان هست و در واقع هوا سرده، این گونه هست که سایه به صورت کلی از بین نمی رود. در تابستان شما میبینید که یک دیوار مثلا به جای میرسد که هیچ گونه سایه‌ای براش باقی نمیمونه. یعنی همون سایه میاد در یک حداقلی میرسه، اما قبل از اینکه تمام بشه به بیخ دیوار برسه دوباره سایه بزرگتر میشه. خب این سایه‌ای که در هنگام استوا میماند، یعنی دقیقاً در وسط ظهر ساعت 12 روز سایه‌ای که وجود دارد قبل از اینکه سایه بر بگردد، این سایه اصلی هست. به طور مثال این خودکار رو مثلا بر روی زمین شما که نصب بکنید، از این طرف وقتی که آفتاب بدمد از طرف مشرق، خب سایه این طرف هست. هرچند که آفتاب بالاتر میاد این سایه کوتاه‌تر می شود تا یک جای میرسد که این سایه به کمترین حد ممکنش میرسد. به کمترین حد ممکنش میرسد. این کمترین حد ممکن این سایه که اصلا از بین نمی رود، این سایه اصلی هست. شاید مثلا چند سانتی بیشتر نباشه، به هر صورتی با توجه به طول اون چوبی که شما میخواید از اون استفاده بکنید. غیر از اون سایه اصلی، هر وقتی که سایه هر چیزی یک برابر طول خودش رسید، این در واقع وقت نماز عصر شروع شده. وقت نماز عصر شروع شده، به اضافه به اینکه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 برابرش رو شرط قرار دادن، 1 برابر نیست. به هر صورت بنابر قول جمهور اهل سنت و الجماعت، به محض این که سایه هر چیزی 1 برابرش رسید، وقت نماز ظهر در وقت نماز عصر در واقع شروع شده و شما می توانید که نماز عصر را بخوانید. این روش ابتدایی هست.
روش ابتدایی و که در هر جا قابل تطبیق است. اما امروزه با توجه به ابزاری که وجود دارد، سایت هایی که وجود دارد، ساعت هایی که وجود دارد تا تنظیم اوقات نماز دارند، راحت می شود که اوقات نماز رو در واقع ایشون دریافت بکنند و یا اینکه قبل از اینکه به یک شهری مسافرت می کنند از یک جای دیگر دریافت بکنند، از یک سایتی یا از منابع دیگری دریافت بکنند که اوقات شهری فلان جا و فلان شهر در واقع به چه صورت هست بر اون عمل بکنند. اما اگر هیچ اتفاقی و هیچ راهی نبود، با این طریقی میتونند که وقت نماز ظهر رو و وقت نماز عصر رو در واقع تشخیص بدن و وقت نماز مغرب به محض غروب آفتاب هست، بعد از غروب آفتاب وقت نماز مغرب هست تا هنگام شفق، یعنی تا زمانی که سفیدی شفق وجود دارد و بعد از اینکه شب کاملا تاریک شد یعنی سفیدی شفق از بین رفت وقت نماز عشا هست تا نصف شب، تا نصف اللیل شرعی. یا حتی برخی از علما معتقد هستند حتی اگر اینو تأخیرش بیاندازه تا قبل از طلوع فجر باز هم در واقع وقت نماز عشا هست. اما اولاترین وقتش از وقت غیاب شفق هست، تاریک شدن هوا، یعنی وقت نماز عشا را عرض میکنم، تاریک شدن هوا تا نصف اللیل شرعی که تقریبا هم شاید ساعت 12 یا کمی زودتر از آن باشه. بله و دوستانم باید این نکته رو دقت بکنن که کانال های تلویزیونی وقتی که اوقات نماز را اعلام میکنن فقط معمولا اوقات نماز شهر تهران است، یعنی به افق تهران است و مسلما هر شهر یک افق خاص خودش داره و اندکی فرق میکنه و برای همین هم هست که میبینید که در شهری که شاید شما بودین با اون چیزی که در تلویزیون یعنی افق تهران که اعلام میکردن اوقات تفاوت داشت. جناب مولانا بیننده بعدی گفتن که رعایت ترتیب سوره ها در نماز آیا اینکه رعایت نشود اشکال داره؟ از نظر شرعی این اشکالی رو در نماز به وجود نمیارد. یعنی اگر کسی در هنگام نماز اگر برخلاف ترتیب فعلی قرآن خوند، برخلاف ترتیب فعلی قرآن خوند، به طور مثال اول از آخر قرآن شروع کرد، سوره قل اعوذ برب الناس را خوند و بعد از آن در رکعت دوم سوره قل اعوذ برب الفلق را خوند، از نظر شرعی در نمازش هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد، گرچه اولاتر این است که شما به ترتیب بخونید، اولاتر این است که شما به ترتیب بخونید. به این ترتیبی قرآن هست در سوره در رکعت اول یک سوره از قبل بخونید و رکعت بعد یک سوره ای که بعد از اون هست اون را بخونید، این اولاتر و بهتر است. اما اگر کسی این کار را نکرد ولی این که عمدن این ترتیب رو ترک کرد در نمازش هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد و ثابت از در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصا در نماز شب وقتی که میخوندن اول سوره بقره رو خوندن، بعد سوره نساء رو خوندن و بعدش برگشتن سوره آل عمران رو خوندن. از این روایت علما استنباط کردند که این ترتیب لازمی نیست، گرچه بسیار از فقها گفتن مکروه است، برخی از علما گفتند که مکروه است که خلاف ترتیب بخواند، اما حتی همون مکروهیت را هم ندارد و نماز شما کاملا صحیح و درسته، گرچه اولاتر و بهترین است که سعی بکنید که این ترتیب مراعات بشود. اما اگر مراعات نشد باز هم هیچ گونه اشکالی در نماز شما به وجود نمیاد. جزاکم الله خیر. نیت سجده در سجده تلاوت به غیر از عربی به تاجیکی آیا اشکال داره؟ سجده تلاوت نیتی رو ندارد، یعنی اینجوری نیتی نیست، یک جمله نیست که شما حتما بر زبان بیاورید و بعد از آن سجده تلاوت بکنید. همین که در قرآن به هر جایی که سجده رسیدید به سجده بروید، همین سجده رفتن شما خودش نیت هست، خودش نیت هست. یعنی لازم نیست که شما در واقع با زبان یک چیزی رو بیارید تلفظ بکنید که به زبان عربی باشد یا زبان تاجیکی باشد، اصلا هیچی لازم نیست، نه به زبان عربی لازم هست و نه به زبان تاجیکی. به هر جای قرآن که سجده دارد وقتی که شما به آیه سجده رسیدید بلا فاصله سجده بکنید، این سجده شما کاملا جایز هست و هیچ گونه نیتی در این زمینه لازم نیست. و در سجده اون اذکاری که در سجده هست، سجده تلاوت دقیقاً مثل سجده نماز هست، یعنی همون سبحان ربی الاعلی که شما بگویید یا همون تنها سبحان الله بگید هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و این سجده شما سجده در واقع درستی هست. منتها ذکر دیگری در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته. این دعا رو خوندید چه بهتر، اگر این دعا رو نخوندید همون که بگید سبحان ربی الاعلی اون کفایت میکند و درسته و این نیازی به هیچ نیتی در واقع نیست. خیر. بیننده بعدی گفتن رعایت ستر و حجاب هنگام قرائت قرآن آیا ثواب دارد؟ این جزء شرایط تلاوت قرآن نیست.
ستر و حجابی که برای زن هست برای بیگانگان هست، برای بیرون از خانه هست، نه برای پدر و مادر، نه برای فرزندان، نه برای برادر و محارم. چنین ستری وجود ندارد. اگر شما در حضور محارم خودتون در خونه قرآن میخونید هیچ اشکال ندارد که سر شما برهنه باشد، چادر یا روسری بر سر شما نباشد یا ستر نداشته باشید، حتی دست و پای شما برهنه باشد، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و قرآن خواندنتون درست هست و ثواب کاملی را هم انشاءالله خواهید برد. اما این که آیا سر پوشیده باشد بهتر هست یا اینکه پوشیده نباشد، این بستگی دارد به سلیقه شما در خونه چگونه زندگی میکنید و این برمیگرده به سلیقه شما. منتها اگر انسان واقعا مراعات بکند و جز آداب اینو در صورتی که با پروردگار خودش راز و نیاز میکند، چه قرآن خوندن باشد یا دعا کردن باشد، اگر اون حجاب شرعی رو مراعات بکنید اولاتر و بهتر هست. اولاتر و بهتر هست که در هنگام راز و نیاز تلاوت قرآن در حالت ستر و پرده یا همون حجاب شرعی را پوشیده باشید، حتی سرتون مثلا پوشیده باشد. اما اگر این کار را نکردید، بدون ستر، بدون پرده، با سر برهنه قرآن خوندید، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و شما گناهکار نمیشوید و از ثواب تلاوت شما هم چیزی کم نمیشود. جزاکم الله خیر. خواهری گفتن که معمولا آخر سال زکات میدهیم. حال اگر این قبل از اینکه سال کامل بشود زکات را بدهیم، آیا زکات ادا شده است؟ بله، برای وجوب زکات در واقع ما یکی وجوب در اینجا دو تا مسئله هست، یکی وجوبش هست و دیگری ادای زکات هست. وجوب زکات در زمانی هست که شما مالک نصاب باشید، یعنی مبلغی رو، پولی رو که شما در اختیار دارید مساوی باشد با 85 گرم طلای 24 عیار. یعنی پولی رو که شما دارید، پول نقدی رو که در خونه گذاشتید، یا نقره‌ای رو که دارید یا طلایی رو که دادید به حد نصاب باید برسد. این یک شرط هست و شرط دومی نیست، یک سال قمری کامل بر اون بگذرد. یک سال قمری کاملا بر اون بگذرد. وقتی که و سال زکات شما از اون لحظه شروع می شود که مال یک ساله شود، مال یک ساله بشود. شما کاری به اول و آغاز و انتهای سال ندارید. یعنی در ماه فروردین شما زکات رو پرداخت نمی کنید. یعنی در هر وقتی که این مال در اختیار شما بود و یک ساله شد، اگر امروز یک ساله شد یعنی این که سال زکاتی شما کامل شده، الان باید زکاتش رو پرداخت بکنید. یعنی به مقدار نصاب برسد، شرط اول، و شرط دوم این که یک سال کاملی بر این مال بر نزد شما بگذارد. خب الان وقتی که این مال شما یک ساله شد و شما زکاتش رو دادید، زکاتش رو الان دادید، بعد از فرض کنیم 4-5 ماه دیگر، خب 4-5 ماه بیشتر نگذشته که شما زکات دادید، شما می‌خواستید که زکات سال آینده رو بدید، زکات سال آینده رو بدید. بر شما واجب نیست، بر شما واجب نیست. تا زمانی که یک سال دیگر کامل نگذشته بر شما واجب نیست که زکات رو پرداخت بکنید. اما اگر پرداخت کردید جایز هست، واجب نیست اما جایز هست. یعنی این که شما 5 ماه بعد از اینکه زکات دادید، 5 ماه بعدش دوباره زکات میدید به نیت در واقع یک سال دیگر، سال آینده رو، یعنی هنوز چند ماه دیگر مونده، شما مثلا 5 ماه قبلش، 2 ماه قبلش، 3 ماه قبلش یا حتی یک سال قبلش زکات سال آینده رو میدید، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. وقتی که یک سال کامل میشود دوباره بر شما زکات لازم نیست. همون زکاتی که اول سال به نیت این سال جدید دادید از شما پذیرفته هست و زکات دیگری بر شما لازم نیست. به تعبیر دیگر و در یک جمله، یعنی تعجیل زکات، زودتر پرداختن زکات قبل از موعد از نظر شرعی جایز هست و اشکال شرعی ندارد. قبل از اینکه مال شما یک ساله بشود شما می توانید که زکات خودتان را پرداخت بکنید و این امر کاملا جایزه. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان لطف کنین شماره تماس بیننده ها رو دوباره زیرنویس بکنید تا چند سال دیگه هم بگیریم. بیننده بعدی گفتن که یک دوست و رفیقی داشتم، یه مدتی باهاش قهر بودم و قسم خوردم که باهاش صحبت نکنم، ولی دوباره باهاش صحبت میکنم. حالا چه حکمی داره؟ از نظر شرعی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو توصیه کردند اگر که کسی نذری رو کرده و در حکمش همون قسم هست که سوگند یاد کرده که فلان کار رو انجام نمیدهند، اگر اون کاری رو که قسم خورده که انجام نمیدهد کار گناهی هست، خب قسم خودش رو نباید بشکنه است. اما اگر قسم خورده که فلان کار خیر رو انجام ندهد، شما سوگند خوردید که با فلان برادر مسلمان خودتون قطع رابطه بکنید، با اون صحبت نکنید، از نظر شرعی بر شما لازم و واجب هست که قسم خودتان را بشکنید.
قسم خورده قسم رو باید بشکند و برود کفاره قسم رو بدهد و کفاره قسم 2 مرحله دارد. مرحله اولش آزاد کردن برده هست یکی و یا این که 10 مسکین رو غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد. این مرحله اول هست. یک از این 3 مورد رو انجام بدهد که برده امروزه وجود نداره که آزادش بکنند. 2 مورد دیگر میماند، یعنی به 10 مسکین غذا بدهد یا به 10 مسکین لباس بدهد. اگر توانایی غذا دادن یا لباس دادن را ندارد در مرحله دوم 3 روز باید روزه بگیرد. ایشون که قسم خوردند که با برادر مسلمانشون صحبت نکنند و قسم خودشان را شکستند، کار خوبی رو کردند. قسم رو در چنین موارد باید شکست. منتها کفاره قسم رو باید ادا بکنند. کفاره قسم را ادا بکنن. 10 مسکین رو شما غذا بدهید یا لباس بدهید. یعنی وقتی ما میگیم لباس، یا مثلا یک دستمالی باشه، یک فرضاً زیر پیراهنی باشه، هر چیزی باشه به عنوان لباس کامل هست. یعنی لازم نیست یک دسته لباس کامل رو بدهید. یک تکه لباسی رو هم که دادید در واقع جایز هست، اشکال شرعی نداره. یا غذا بدهید یا لباس بدهید. اگر توانایی این را ندارید، میتونید 3 روز را روزه بگیرید. بعضی از مردم هستن توانایی دارن 10 مسکین رو غذا بدن، مستقیما میرن 3 روز روزه میگیرن. این کفاره قسم نیست و این کفاره ادا نشده. به ترتیب هست. اول هم ترتیب هست و هم تأخیر هست. یعنی در مرحله اول یک 3 مورد رو ذکر کرده الله متعال، یا آزاد کردن برده، یا طعام دادن مسکین 10 مسکین رو، یا اینکه لباس دادنشون. اگر این را ندادید بعد از این نوبت برای روزه هست. شما این قسمی رو که خوردید باید بشکنید، همون گونه که شکستید خیلی کار خوبی رو کردید. منتها کفاره قسمتون رو باید ادا بکنید و گناه دیگر برگردن شما نیست. بله، تشکر میکنم از شما. تماس بینندگان وصله. اولین بیننده رو بگیرین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمت شما و استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید یه سوال خدمت شما داشتم. بفرمایید سوالتون. میخواستم ببینم تو منطقه ما ملاهای هستن که واقعا یعنی غیر خدا رو به فریاد میخوانن و انواع بدعت‌ها دارن. ما میتونیم پشت سرشون نماز بخوانیم یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ ممنونم. نه والله. سلامت باشید. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو باز کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. احمد لقاسم از افغانستان تماس گرفتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم از جناب مولوی صاحب. بفرمایید سوالتون. سوال من این است که آیا شخصی که ریش خود هیچ گاهی نتراشیده و یا کوتاه نکرده، بر شخصی که ریش خود کوتاه میکند یا تراشیده فضیلت دارد یا خیر؟ چه کار کند؟ مثلا شخصی که هیچ گاهی ریش خودش را نتراشیده و کوتاه هم نکرده، درست، با او شخصی که ریش خود کوتاه میکنه، یعنی یا میتراشد یا کوتاه میکنه، برتری داره، کدوم فضیلت دارد یا خیر؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر، سلامت باشین. سلامت رستگار دارن باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو باز کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماییم. حال شما خوبه؟ سلامت باشین. سوال شرعیتون لطفاً. همین ما یک سوال داریم. همین مامای من یک کتاب قرآن دارم، زبانش عربیه و یکی حرفاش تاجیکی نوشتگی. یادم اجر ثواب هست در اینجا. یعنی خود قرآن یا تفسیر قرآنه؟ کل قرآن زبانش عربیه و یکی حرفاش تاجیکی نوشتگیش داره. بله. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دومی ما همیه که همه بابام بندگی کردگی هم
در خوب تقویم می‌دارن که مرا حج رو کنین. همین را سببش در چیه است؟ به چه صورت دوباره سوال بپرسین؟ بابام بندگی کردگیان در خوب تقویم می‌داره که بابام میگه که مرا حج روان کنین. بله. همین چی خاصیت داره؟ یعنی نظر کرده، پدرتون نظر کرده بر خودش لازم کرده که حج برود؟ بله بله. بسیار خوب. بله تشکر میکنم از شما. سوال ما همه که همین ملای حجره ما تشتا و دودی میگن همین تاری هست از این اسلام. بالا متوجه نشدم، دوباره بپرسین. همین ملای حجره که در تاجیکستان هستن، بله آدم‌ها در تشتا و میتنه دودی. ما با همین چیزا اخلاص نداریم. همین چیز در دین اسلام هست. نمیدونم چی کار میکنن، یعنی به چه صورت، یعنی توضیح بدین اگر روی این قضیه، چون واضح نیست سوالتون. همین یعنی تمور گفتنی گفت ده تمور میتن میگه که یکم حرف همه نهیستنه، میگه که خداوند شهر چی دودش که میگه الله مثل تعویض نوشتن در واقع دیگه. لبه بود گه. بله تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ببخشید شبکه رسانه حق. رسال حق و سوال شرعیتون رو بفرمایید. سوال من اینه که اگر ما تو خونه رو برشه. صداتون داره قطع وصل میشه بیننده گرامی. ظاهرا تماسشون قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای خان جنابتون که و علیکم السلام و رحمت الله. من جعفری هستم مثلا صداتون واضح نیست بیننده گرامی. ظاهرا تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوال داشتم. بفرمایید. یعنی با طریق اسلامی یا اینکه با تلفن طلاق دادن یا اینکه همون زن نشنوه از زبان شوهرش جایز میشه طلاق نه؟ همون زن حضور نداشته باشه در همون غلام. بله. در نزد دیگه از طلاق بده. سوال دیگه هم دارین؟ نه، در خانه خدا باشه. سلامت باشه. شیخ سوال کافیه یا سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من خواستم که یک سوالی بپرسم کنم. بفرمایید. ببخشید در مورد رفع یدین خواستم که یک سوالی بپرسم که شما من شنیدم که رد میکنید رفع یدین رو. رفع یدین. حضرت جابر بن سمره. بله من یک روایتی دیدیم به صحیح مسلم که حضرت جابر بن سمره میگوید که نه دیگه من سوال نکردم که پاسخ دریافت. شما گفتین رد میکنین، خب ما گفتین جواب میدیم دیگه. خب بفرمایید. آخه جواب چی؟ من گفت من یک روایتی گفتم خونده کنیم، شما بر اساس این جواب مرا میدهید. بفرمایید. خب بعد این کی؟ اون حضرت کیه؟ جابر بن سمره میگوید که حضرت محمد سلام الله علیه هنگام نماز نزد ما تشریف فرما شدن و ما داخل نماز دستهایم را بلند کردیم. ایشان فرمود چرا شما را میبینم که در نماز دستهایتان را مانند دون اسب‌های شرور بلند میکنید و در نماز باید آرام باشید. صحیح مسلم، من این جلد 1 خواندم، صفحه 158.
شما ولی رد میکنید، رفیعیدین رد میکنید. من نمیدونم واقعا شما عالم هستید، سواد دارید. ما رفیعیدین قبول میکنیم، رد میکنیم. این چه شد من نمیدونم. تشکر میکنم. من خودم شنیدم شما رد کردید رفیعیدین. توضیح میدم. بعد یک سوال ان شاء الله توضیح میدم در این زمینه. شما گفت که خمس گفتی زکات. ان شاء الله در این زمینه توضیح میده بیننده گرامی. سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. به سال حق و صدای شما داره پخش میشه، در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. میخوام همین در وقتی ماه شریف رمضان بله کلی دکتر روزه میشکنه. چه کار؟ در ماه شریف رمضان روزه اگر کلی دکتر کنی روزه میشکنه. سوال دیگه هم دارین؟ نه رحمت کنم. سلامت باشین. آخرین بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بله السلام علیکم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد. علیکم السلام و رحمت الله. عبدالمومن هستم از افغانستان. آقا عبدالمومن از افغانستان، در خدمت شما هستیم. به واسطه سوال داشتم، در اینجا در افغانستان بعد از مرده‌ای که باید دفن میشن حدوداً 2 روز بعد یا 3 روز. بله یه ختم میگیرن برای میت. گفتم این درسته یا نه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر میکنم از برنامه خوبه. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وجودی ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است.
شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بن ما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن، البته سوال قبلی مونده، گفتن که پدرم به شهادت رسیده و در خوابم میآید همیشه و چیزهایی میگوید و میگوید که یعنی معنیش این است که صدقه کن. آیا من باید چه کار بکنم؟ در مورد این که مرده به خواب زنده میاد، چه بسا احیانا انسان به خاطر محبتی که با مردگان خودش دارد خواب مرده رو در واقع ببیند و احیانا هم اتفاق افتاده که موارد دقیقی رو به خواب دیدند که در یعنی بیداری اونا مصداق داشته. این امکان پذیر هست، دور از عقل و دور از شرع هم در واقع نیست. اگر شما خواب دیدید که واقعا یعنی خود همین خواب دیدن نشانه یک نوع محبتی هست و که یادآوری می شود برای میت که شما نباید میت خود را، پدر و مادر خودتان را که از دنیا رفتند فراموش بکنید و اون چیزی رو که برای پدر و مادر شما که از دنیا رفتند و برای پدر شما یا بقیه عزیزان که از دنیا رفتند، اون چیزی که برای اونها سودمند هست و شما عملا میتونید به اونها نفعی برسانید دعا هست. شما می توانید برای مردگان خودتون دعا بکنید یا همون قولی که بهتون گفتن صدقه بدهید، ثواب صدقه هم میرسد و ثواب خود دعا کردن تنها بعد از هر نمازی که شما میخونید هم برای خودتون و هم برای پدر و مادرتون و هم برای تمامی مردگان خودتون دعا بکنید و این نشانه خیلی هست که الله متعال شما را در خواب شما این رو آورده که پدر و مادر خودتان را، یه فلان عزیزی رو که از دنیا رفته اون رو فراموش نکنید. شما بعد از اینکه از خواب بیدار شدید یا هر وقتی که نماز میخونید برای اون عزیزی که از دنیا رفته و الان در واقع در خواب شما اومده، حداقل این است که انشالله دعا بکنید و ما هم دعا میکنیم و امیدوار هستیم که الله متعال تمامی مردگان مسلمانان را مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بده. آمین. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن ملایی یا امامی که واقعا اهل بدعت است و همه نوع بدعت انجام میده، آیا درست است پشت سرش نماز خواند؟ در این زمینه انسان باید توجه داشت که این بدعت در چه حدی باشد، چون که بسیاری از بدعت ها یک بدعت هایی هستند که ولو اینکه بدعت هستند گناه هستند و مشروع نیستند و هر بدعتی در هر حدی باشد ضلالت هست، منتها برخی از بدعت ها بدعت های خفیفی هستند، برخی از بدعت های خفیفی هستند و در حدی نیستند که انسان رو از دایره اسلام خارج بکنند. فرض بکنیم یک امامی مثلا همیشه عادت کرده که بعد از نماز مثلا ذکر جهری میکند، ذکر دست جمعی میکند، دعای دست جمعی میکند، یا فرض کنیم سر قبرستان مثلا قرآن میخواند. قبول هست که اینها مواردی هستند که بدعت هستند، یا ختم برای مردگان میگیرد، اینا تمامشون بدعت هستند، اما این بدعت ها در حدی نیست که انسان را از دایره اسلام خارج بکنند.
و شما می توانید پشت سر چنین در واقع امامانی و ائمه مساجد در واقع نماز بخونید، از نظر شرعی اشکال ندارد. اما اگر این بدعت یک بدعت مکفره هست، در حدی هست که این بدعت نیست و بلکه در دامنه شرک هست، مانند دعای غیر الله، استمداد از غیر الله، کمک خواستن از غیر الله، از مردگان باشه، که این در حد خیلی بالایی هست، در حد شرکی هست. و اگر واقعا کسی پیدا بشود چنین عقیده ای رو داشته باشد، همون گونه که از الله متعال کمک میجوید، مثلا به طور مثال از شیخ عبدالقادر جیلانی، از فلان امامزاده کمک میطلبد، این در واقع در حد شرک هست و نماز خوندن پشت سر چنین افرادی جایز نیست. و در مورد اول هم کسانی که در واقع ائمه‌ای که ولو اینکه بدعت هایی رو دارن، بدعت هاشون خفیف هست، بدعت دارند اما بدعتشون خفیف است، اگر جایگزین بهتری وجود داره، مسجدی نزدیک شما هست که این بدعت ها در اون صورت نمیگیرد، یا امام مسجدی هست که متقی‌تر و پرهیزگارتر هست و هیچ گونه بدعتی رو ندارد و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر هست، اولاتر و بهتر است که شما برایید پشت سر اون نماز بخونید. اما اگر میسر نیست، به خاطر این که فلان امام مسجد مثلا دعای دست جمعی میخواند، برای شما هم شایسته نیست که ثواب نماز جماعت رو در واقع ترک بکنید به خاطر اینکه این امام بدعت دارد. ولی اینکه این بدعت هست، شما می توانید که با راه‌های مختلف، با توصیه و با امر به معروف و نهی از منکر و با حکمت انشاءالله این موارد را گوشزد بکنید و امیدوار هستیم که تمام امت اسلامی به سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل روش عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم که در عبادات و غیر عبادات داشتن انشاءالله برسیم. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده از افغانستان گفتن که آیا شخصی که ریش خود را کوتاه نمیکنه و نمیتراشه نسبت به شخصی که ریش خود را کوتاه میکنه فضیلت و برتری دارد یا نه؟ در مورد، یعنی اگر بخوایم مقایسه بکنیم در مورد از نظر ظاهری و فقط در همین مورد این گونه نیست که ما یک فردی رو که ریش دارد با یک فردی که بدون ریش هست، اینا رو در تمام موارد یک جا در واقع مقایسه بکنیم. چه بسا اون کسی که ریش دارد گناه‌های خیلی بیشتری رو مرتکب شده از اون کسی که در واقع ریشش رو تراشیده، گناهش فقط شاید همین ریش تراشیدن باشد، گناه دیگری رو مرتکب نشده. اما این فرد دیگر شاید ریش نگه داشته، این عمل واجب رو انجام داده اما گناهان دیگری رو در واقع مرتکب شده. پس بنابراین نمی‌شود که افراد را فقط ظاهرشان رو با هم دیگر سنجید. اما قطع نظر از بقیه موارد اگر تنها و تنها همین یک مورد رو بررسی بکنیم، بله قطعا با هم دیگر متفاوت هستند. مانند این کسی که نماز میخواند با کسی که نماز نمیخواند زمین تا آسمان فرق میکنند، کسی که روزه میگیرد و کسی که روزه نمیگیرد زمین تا آسمان با هم دیگر فرق میکنند. در مورد ریش هم این هم یک حکم شرعی هست، واجب هست نگه داشتن ریش. رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی ما رو دستور دادن به اعفاء اللحی، یعنی به بلند گذاشتن محاسن و ریش، و دیدگاه جمهور علمای اهل سنت و الجماعت این است که گذاشتن ریش و بلند کردنش این در واقع واجب هست. الان یک فردی اگر اومد تراشید، یعنی این که کار حرامی را انجام داده، واجبی رو ترک کرده. این دقیقاً مانند این است که یک مسلمان یک واجبی رو ترک کرده، مسلمان دیگر این واجب رو انجام داده، کدومشون بهتر است؟ یکی یک عبادتی رو انجام داده، یکی دیگر انجام نداده، قطعا با هم دیگر متفاوت هستند. این یک جنبه، یعنی مقایسه در میان کسی که ریش رو نگه داشته و در میان کسی که ریشش رو تیغ زده. اما در مقابل کسی که فرض کنیم اصلا دست نزده و کسی که دیگر که کوتاه میکند، بنابر اقوال بسیاری از تابعین و حتی صحابه و عملشون که داشتن در هنگام حج، مانند عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که در هنگام حج وقتی مویسرشون رو کوتاه میکردن، ریش خودشون هم کوتاه میکردن، یعنی به اندازه قبضه کوتاه میکردن، از عملشون در واقع ثابت است. اگر و این یعنی اعفاء اللحی، ارخاء اللحی و عفو اللحی که در روایت اومده، یعنی رو به حالت عادی بگذارید دست نزنید، این سنت هست، خود گذاشتنش واجب هست، اما به صورت اون عمل کردن بر اون مرحله‌ای که دست نزدنش به صورت کلی باشه، اون در حد سنت است، به خاطر فعل حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که ایشون یک از صحابه متشدد بودن در اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که واقعا به نیت این که این عمل سنت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم ریش مبارکشون رو دست نمیزده، به این خاطر دست نزند، قطعا یک سنتی رو انجام داده. اون کسی ولو اینکه ریش دارد اما ریشش رو کوتاه میکند، این سنت
تلاوت رو در واقع انجام نداده. اما معیار اصلی نزد الله متعال قلبها و دلها هست و اخلاصی هست که در قلب وجود داره. ان الله لا ينظر الى صوركم و اجسامكم، الله متعال به صورت ظاهری شما و اجسام شما نگاه نمی کند و انما ينظر الى قلوبكم و اعمالكم، الله متعال قلوب شما را نگاه می کند و اعمالتان را، یعنی اعمال شما را می نگرد که در این اعمال شما چه اندازه اخلاص در دل شما در واقع بوده. اگر کسی واقعا اتباع سنت بکند، ریش رو به این خاطر نگه دارد که واجب هست و بلندش نگه داره به خاطر که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، قطعا ثواب بیشتری رو میبرد از اون کسی که کلا این واجب رو در واقع ترک کرده باشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن ماما یا عموی من قرآنی دارد به عربی است ولی با حروف تاجیکی نوشته شده است، خواندن آن درست است یا نه؟ مهم تلفظ آیات قرآن کریم هست. قطع نظر از این که در اون مصحفی که نوشته شدند به حروف عربی نوشته باشند یا به حروف لاتینی نوشته شده باشه یا حروف روسی و تاجیکی نوشته باشه، این تفاوت نداره. مهم در اینجا تلفظ آیه قرآن هست با همون یعنی لفظ عربی با زبان عربی، ولو اینکه با حروف عربی نباشد از نظر شرعی اشکال ندارد. اگر شما میتونید که با حروف تاجیکی یا غیر از تاجیکی روسی که زبان روسی هست یا لاتینی بخونید، از نظر شرعی به خاطر تلفظ الفاظ قرآن شما در واقع مصاب هستید و اون ثوابی رو که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع تشریح کردند که در مقابل هر حرفی الله متعال 10 تا ثواب میدهد، ان شاء الله امیدوار هستم که رو ولو این که از اون قرآنی که شما میخونید روسی نوشته شده باشه، تاجیکی نوشته باشه، اما شما عربی میخونید، این همون ثواب رو ان شاء الله به صورت کامل دارید. منتها انسان باید سعی بکنه تا جایی که امکان پذیر هست زبان عربی رو، حروف عربی رو شما باید یاد بگیرید، زیرا که زبان اصلی مسلمانان هست، زبان اصلی قرآن هست. شما خواندن و نوشتن و فهمیدن این زبان رو در واقع در دستور کار خودتون قرار بدین، این اولاتر و بهتر است. اما اگر تاجیکی نوشته و شما عربی میخونید، باز هم ان شاء الله ثواب قرآن خوندن و تلاوت رو دریافت خواهد کرد. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. سوال بعدی که زیاد واضح نبود متاسفانه، ولی کلا اینجوری بود گفتن که پدرشان نذر کرده که به حج بروند. سوالشون زیاد واضح نبود، نظر بود یا اینکه قول کرده بود یا اینکه تصمیم گرفته. به هر صورت وقتی که اگر کسی توانایی حج رفتن را دارد، کسی که مال دارد، یعنی وقتی که به حج برود زن و بچه‌ش اونجا از گشنگی نمیرن و خودش هم خرج دارد که برود به مکه و سربار دیگران نباشد و پول بلیط و رفت و آمد و خرج خودش رو داشته باشد و از نظر جسمانی هم سالم باشد، این حج بر اون لازم هست. اما اگر چنین نیست و اگر نمیتواند یا اینکه آرزو دارد اما پول ندارد، آرزو دارد اما توانایی ندارد، از نظر جسمانی نمیتواند برود، راه هم نیست، ویزا نمیدهند، براش میسر نیست، اینا تمام یک نوع در واقع موانعی است که امیدوار هستیم کسانی که نیت حج دارند و حج رو نمیتوانند انجام بدن، این خود نیت اونها هم یک کار خیر در واقع شمرده می شود و الله متعال اونها رو ثواب ان شاء الله عنایت خواهد کرد. اما کسانی که توانایی دارند و عملا می توانند به حج بروند، یک بار در عمر حج کردن برای هر انسان مسلمانی واجب هست. اگر کسی در زندگی خودش هم نتوانست این حج رو انجام بدهد، وصیت کرد که بعد از اون انجام بدهند یا ورثه خودش یعنی به صورت خودجوش خودشون از طرف خودشون حجی رو یا عمری رو برای پدر و مادر خودشون یا برای مرده خود انجام بدن، اونم ان شاء الله کفایت میکند و اون واجب شرعی از گردن مرده هم ادا خواهد شد. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده این بود گفتن که در منطقهشون ملایی هستن که تعویض میدن برای دفع بلا از شر شیطان و حسد. این تعویض دادن از عمل رسول الله و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و بهترین راه اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اگر شما واقعا میخواهید که از جنها و از بلاها در واقع در امان باشید، از شیاطین در امان باشید، شما باید به خالق و آفریدگار جنها و شیاطین پناه ببرید که الله متعال هست. دستورات الله متعال رو انجام بدید، نماز خودتان را سر وقت بخوانید، یک ورد روزانه داشته باشید، هر روز قرآن بخوانید، اذکار و اوراد صبح و شام را بخوانید. این بهترین ضمانت هست
است برای حفظ شما از شیاطین جن و انس. در واقع الله متعال شما را از شیاطین جن و انسان ها محفوظ نگه می‌دارد. اما این که بروید یک راه غیر شرعی رو در پیش بگیرید، تعویضی رو که در قرآن نیومده، در سنت نیومده، رسول الله صلی الله علیه و سلم نه بر سر خودش تعویض بسته و نه بر سر فرزندان خودش تعویضی بسته، چون این چیزی وجود ندارد، بلکه در روایت اومده هر کسی که یک تمیمه ای را آویزان بکند الله متعال در واقع اون را واگذار به همون تمیمه میکند، به همون تعویضی که بر گردنش آویزان کرده. خدا میگوید که تو برو با همین تعویضی که بر گردن خودت کردی، بر اون چیزی که تو توکل کردی، من تو را واگذار میکنم به همون. انسان باید توکلش بر الله متعال باشه. بستن هر گونه دعایی یا هر گونه نخی، هر گونه مهری بر بدن به نیت این که جنها رو دفع میکند یا شر و مصائب رو دور میکند، این خلاف شرعی هست و از نظر شرعی جایز نیست و بهترین راهش تلاوت قرآن هست، پایین بندی بر نماز هست، خواندن اذکار صباح و مسا هست و خصوصا خواندن آیت الکرسی و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب بیشترین تاثیر رو در این زمینه دارد و تا فردایش الله متعال شما را حفاظت میکند. یعنی اگر در شب خوندید تا فردا صبح در حفاظت هستید، اگر صبح خوندید تا مغرب شما در حفاظت الله متعال قرار میگیرید. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا بدون حضور زن طلاق واقع می شود از نظر روش صحیح اسلامی یا نه؟ این طلاق در شریعت اسلامی حق مرد هست، یعنی یک حقی هست که در اختیار مرد قرار داده شده، به خاطر اینکه در واقع این مرد هست که زندگی رو تأمین می‌کند، مهریه رو پرداخت کرده، هزینه‌های زندگی رو تأمین می‌کند. این اختیار رو هم به این در واقع مرد داده شده از نظر شرعی که در وقتی که نیاز باشد، بالفرض اگر زندگی غیر قابل تحمل باشد، زندگی تبدیل به یک جهنمی شده باشد که برای طرفین قابل در واقع تحمل نیست، می‌تواند که از حق طلاق خودش استفاده بکند. برای طلاق دادن لازم نیست که حتما زن حضور داشته باشد. یعنی این که اگر شوهری زن خودش را طلاق داد بدون اینکه زن حضور داشته باشد، طلاقش واقع است، ولو اینکه زن صدای مرد را نشنیده باشد. در یک شهر دیگر هست، در کشور دیگر هست، پیش چند نفر مثلا گفته که من زن خود را طلاق دادم، این طلاق واقع می شود ولو اینکه زن حضور نداشته باشد یا اینکه زن نشنود، ولو اینکه زن خبر هم نشود، بهش اطلاع هم ندن. وقتی که شوهر زن خودش را طلاق داد در واقع طلاق واقع می شود. برای وقوع طلاق نه حضور زن لازم هست و نه شنیدن زن لازم هست و حتی اطلاع یافتن زن هم لازم نیست. به مجرد این که مرد زنش رو طلاق بدهد و تلفظ بکند، در طلاق دادن حتما تلفظ لازم هست. یعنی اگر کسی در قلب خودش زنش رو طلاق داد یا تصمیم گرفت زنش رو طلاق بدهد یا در خواب مثلا دید که زنش رو طلاق داده، طلاقی واقع نمیشود. حتما در حالت بیداری با زبان لفظ طلاق را یا الفاظ مشابه را به کار ببرد به این نیت که مثلا زنش رو طلاق بدهد. در این صورت طلاق واقع می شود ولو اینکه زن حضور نداشته باشد یا نشنود یا اصلا اطلاع پیدا نکند، باز هم طلاق واقع می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که شما رفع یدین را رد میکنید ولی ما رد نمیکنیم، قبول داریم رفع یدین. ولی منظورشون این بود که یعنی دلیل آوردن از حدیث جابر که در رد رفع یدین. شما چه جواب دارید؟ ببینید در مورد رفع یدین یکی از مسائلی هست که در میان فقهای مذاهب اختلاف نظر و دیدگاه وجود دارد. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که رفع یدین نکردنش بهتر است. این رفع یدین نکردن بهتر از رفع یدین هست. در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت و الجماعت یا حتی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هیچ امامی و هیچ عالمی تا حالا فتوا نداده که رفع یدین حرام هست. چنین چیزی مطلقاً وجود ندارد. رفع یدین یعنی این که در هنگام نماز همون گونه که در هنگام تکبیر تحریمه شما دست‌ها را بلند می‌کنید، در هنگام رفتن به رکوع دست‌ها را بلند بکنید، وقتی که از رکوع بلند می‌شوید دست‌ها را بلند بکنید، وقتی که از تحیات اول بلند می‌شوید دست‌ها را به اندازه شانه خودتون بلند بکنید. در این چهار جا این سنت هست، یعنی از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. اختلافی که در این زمینه وجود دارد بحث اولا و عدم اولا هست. این خوب هست اما اون یکی خوبتر هست. تفاوت بین خوب و خوبتر است در میان مذاهب اهل سنت و جماعت. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که شما همون یک بار در اول نماز دستها را بلند بکنید، در جاهای دیگر بلند نکنید، بهتر هست.
اما مذاهب دیگر مانند مذهب امام شافعی، امام احمد بن حنبل و فقهای دیگر مذهبشون این است که شما بلند بکنید بهتر است، در هر 4 جا اینو بلند بکنید دست‌ها را بهتر است. و از نظر دلیل هم وقتی که ما نگاه میکنیم دلایل رفع یدین، یعنی دلیل بلند کردن دستها در ابتدای نماز و قبل از رکوع و بعد از رکوع و بعد از تحیات اول هم بیشتر هست، در حد تواتر رسیده و هم صحیحتر و صریحتر هست در این زمینه. همین صحیح مسلمی که شما به اون اشاره کردید، در همین صحیح مسلم روایتی هست از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که دقیقاً عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما کاملا توضیح داده. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قام الى الصلاه رفع یدیه حتی یکون حذو منکبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز رو شروع می‌کردن دست‌ها رو بلند می‌کردن تا زمانی که به اندازه شانه‌هاش می‌رسید، برابری شانه‌ها، میگفت که بعد تکبیر میگفت فاذا اراد ان یرکع فعل مثل ذلك. دوباره توضیح میده که یعنی بعد از این وقتی که می‌خواستن رکوع بکنن همین کار رو انجام میدادن، وقتی که از رکوع برمی‌خواستن همین رکوع رو انجام، همین در واقع عمل رو انجام میدادن. این رفع یدین روایاتش در همین صحیح مسلم که شما فرمودید این هم وجود داره. اما روایتی که شما اشاره کردید در روایت حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه که این من توضیح بدم که از جابر بن سمره رضی الله تعالی در صحیح مسلم روایت متعددی اومده، حتی در مورد خود همین حدیث در صحیح مسلم با الفاظ متعددی اومده. بله در این روایت اومده، تنها در صحیح مسلم نیست، هم امام مسلم این آورده، امام احمد این آورده در مسند خودش و حتی اصحاب سنن اربعه هم این آوردند. یعنی در سنن هم وجود داره، هم در صحاح و هم در سنن این روایت اومده از حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما نماز خوندن، دیدن که ما دستامون رو بلند میکنیم، اما بلند کردنش رو میگم کجا و چگونه بلند میکردن. میدیدم که ما دستهای خودمان رو بلند میکردیم، به ما فرمودند که مالی اراکم رافی ایدیکم، چه شده من میبینم شما دستها رو بلند میکنید، دستها رو بلند میکنید که انها اذناب خیل شمسن، گویا که دم اسب در واقع رام نشده ای هست. این روایت درسته، در صحیح مسلم اومده و در ادامه روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اسکنوا فی الصلاه، در نماز آرام بگیرید. این یکی از روایت هایی هست که در صحیح مسلم اومده و این روایت در ابتدای باب الامر بالسکون فی الصلاه اومده. از خود حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه در خود صحیح مسلم باز این روایت با یک صورت مفصل تری اومده، توضیح داده. خود جابر بن سمره این روایت را توضیح داده در خود صحیح مسلم، در جای دیگر نیست. در خود صحیح مسلم این روایت اومده که ایشون در اون روایت میگه کنا اذا صلینا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم قلنا السلام علیکم و رحمت الله و اشار بیدیه الی الجانبین. میگه ما زمانی که پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوندیم میگفتیم السلام علیکم و رحمت الله و با دستها اشاره میکردیم، یعنی وقتی که سلام میدادن در اتحیات نشسته بودن میگفتن السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، در اینجا دستها رو بلند میکردن. این روایت صریحه، میگه کنا اذا صلینا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم که قلنا السلام علیکم و رحمت الله و اشار بیدیه الی الجانبین، یعنی به دو طرف اشاره که دستها رو در واقع سلام میدادن و دستها رو بلند میکردن. در اینجا هست که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم علام تؤمئون بایدیکم، چرا با دستها اشاره میکنید؟ که انها اذناب خیل شمسن، مثل اینکه دم اسبی هست که در واقع اینجوری سلام میدید. این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما یکفی احدکم ان یضع یدیه علی فخذیه ثم یسلم علی اخیه، همین کافیه که شما دسته ها را روی رانه هایتون بگذارید و بعد از این به برادرتون سمت راست و سمت چپ سلام بدید. این روایت موردش اینجا هست، در مورد رفع یدین در نماز، یعنی در هنگام رفتن به رکوع یا برخاستن از رکوع نیست. به دلیل خود روایت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه در خود صحیح مسلم در روایت دیگر به صورت مفصل تر اومده که این بلند کردن دست در هنگام سلام دادن بوده، نه در هنگام تکبیر تحریمه و نه در هنگام رفتن به رکوع و نه در هنگام بلند شدن از رکوع هست. و ما به هیچ عنوان با احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم مخالفتی رو نداریم. اگر ما یک قولی رو در اینجا ترجیح میدهیم بر اساس روایاتی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نقل شده و این وظیفه علما هست در موردی که این روایت رو که شما خوندید تفسیر این چی هست، تحلیلش چی هست، موردش کجا بوده،
منظور چی هست؟ این چیزی هست که عوام نمیتونن این مسائل رو در واقع موشکافی بکنند. این وظیفه علما هست و قبل از شما این روایات را امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری و خود امام مسلم رحمت الله علیه که این روایات رو در کتاب خودش آورده، مذهب ایشون این است که در نماز باید رفع یدین بکنیم، با اینکه خودش این روایت رو با سند خودش در این کتاب خودش در واقع آورده و همین هست که من توضیح دادم که این روایت با تو طریق اومده، یک جای به صورت مختصر اومده، یک جای دیگر به صورت کامل اومده. اون کاملش کاملا توضیح داده که منظور از بلند کردن دست یا تکان ندادن دست در نماز در هنگام التحیات هست. وقتی که شما سلام میدید سمت راست و چپ دست‌ها خودتان بلند نکنید، اما رفع یدین در هنگام تکبیر تحریمه یا در هنگام رفتن و برخاستن از رکوع این جزء سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است که از حدیث حضرت عبدالله بن عمر و بقیه صحابه در صحیح مسلم و در صحاح و سنن دیگر در واقع ثابت است. بیش از 400 حدیث هم در این زمینه در حد تواتر رسیده. بله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که رفتن به دکتر و استفاده از آمپول و تزریقات در ماه رمضان آیا روزه را میشکند؟ تزریقاتی که در ماه مبارک رمضان باشه و عضلانی باشه شکننده روزه نیست. این انسانی وقتی که روزه هست فرق نمیکنه چه در ماه مبارک رمضان باشه، این روزه فرضی باشد یا روزه نفلی باشه مانند دوشنبه یا پنجشنبه، وقتی کسی که یک آمپول عضلانی رو استفاده میکند یا مسکنی هست به هیچ عنوانی شکننده روزه نیست. اما آمپول هایی که وریدی هستند و جایگزین در واقع غذا هستند اون شکننده روزه هست. آمپول هایی که جایگزین غذا هستند و بدن را از غذا بی نیاز می کنند و یک نوع تغذیه شمرده میشن اونا شکننده روزه هست. اما چیزی که شکننده در واقع در عضلانی هست و به عنوان مسکن هست یا یک موارد دیگر هستند اون شکننده روزه نیست و در ماه مبارک رمضان و غیر رمضان در حالت روزه استفاده کردن از اونها اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. یک دقیقه وقت مونده و یک سوال هم بیشتر نمونده. آقا عبدالمومن از افغانستان گفتن که بعد از اینکه مرده دفن شد در منطقهشون بعد از 2-3 روز از دفن مرده خط میگیرن برای میت. آیا این کار درست است یا نه؟ چون این کاری نه از دیدگاه قرآن درسته و نه از دیدگاه سنت درسته و نه از دیدگاه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چون این چیزی به هیچ عنوان وجود ندارد که ما سر قبر برویم بعد از این اون رو دفنش کردیم بریم در اونجا قرآن بخونیم. جایز هست از دیدگاه تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت که شما به زیارت قبرستان بروید، برای مردگان دعا بکنید، برای مردگان دعا بکنید، همون دعای معروف ورود به قبرستان را بخونید. اما اینکه اونجا جمع بشوید قرآن بخونید، مراسم بگیرید، 3 روز و 40 و 4 ماه و سال بگیرید، اینها در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت و الجماعت جایز نیست. جزاکم الله خیر. خسته نباشید بینندگان عزیز، نیز خسته نباشید که تا این لحظه با ما بودین و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هنا علم وهنا نور وهنا